وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اما بعد، درس عقیده یک از درس‌های مهمی هست که انسان نمیتونه در این درس تقلید بکنه، بلکه باید اونطوری که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شده باید بیاموزه. به خاطر آموزش این عقیده و این اعتقادی که ما نسبت به خداوند داریم، خداوند متعال جبرئیل علیه السلام را میفرسته نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجالسی که بودند با صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. اومدن ما یک حدیثی در این باب ذکر میکنیم که این